کارت رو انتخاب کن تا بهت بگم امروز چه اتفاقاتی رو در پیش داری. چشمات رو ببند، به صدای موزیک گوش بده و یکی از این سه کارت رو انتخاب کن عزیزم. بسیار عالی. عزیزانی که کارت وسط رو انتخاب کردن، عزیز دلم امروز دارم برات میبینم که اتفاقات روشنی رو در پیش داری. دارم برات میبینم که انگار نتیجه کارهایی که در طول هفته انجام داده بودی رو امروز گرفتن داری و اگر منتظر چیزی هستی برات اتفاق میافته، خبر، زنگ، پیام یا منتظر بازگشت کسی اگر بودی برات میبینم که این بازگشت اتفاق میافته و نتیجه صبر و زحمتی که در طول هفته کشیدی و امروز میبینم که بهش رسیدن داری. عزیزانی که کارت سمت راست رو انتخاب کردن، عزیز دلم دارم برات میبینم که امروز بسیار پرقدرت هستی. امروز بسیار همه چیز تحت تسلطت پیش میره به نوعی که خودت هم باورت نمیشه چرا همه چیز داره با افکار من، با خواسته من پیش میره. امروز رو دارم برات میبینم که بسیار پرقدرت هستی. در مسیرهایی که دوست داری قدم بردار و سعی کن اگر تو فکر شروع کاری هستی حتما امروز آغازش کنی عزیزم. و عزیزانی که کارت سمت چپ رو انتخاب کردن، عزیز دلم امروز رو برات دارم پر از پول و ثروت میبینم. انگار منتظر پولی هستی که به دستت برسه و 100% به دستت میرسه. اگر امروز بهت پیشنهاد کاری شد حتما قبول کن، چون پیشنهاد کاری و مالی که بهت میشه رو برات فوق العاده روشن میبینم. امروز انگار دست به خاکم میزنی طلا میشه عزیزم. برات بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. روز فوق العاده ای رو داشته باشید.